اگه اید گیلان رفتی این لوکیشن ها رو از دست ندید. اگه مسیر دستجاده رویایی سیاهشل به دیلمان بود، برو اول کاروانسرای تیتی رو ببین، بعد برو برسی به آبشار دونک که دقیقاً کنار جاده است. اگه هوا یاری کنه میتونی یکی از قشنگترین مناظر عمرت که جنگل ابر رو تو مسیر دیلمان ببینی. اگه نزدیک رشت هستی موزه میراث روستایی سروان برو که پر از خونه‌های قشنگه. دریاچه سقلکسار هم گزینه خوبی، امکانات برای کمپ هم داره. مردار دریاچه و ساحل گیسوم هم از دست نده. حالا به استیل آستارا هم که خوراک عکاسیه. اگه دوست داری قایق سواری کنی تا حالا به کیاشر یه سر بزن، فوق‌العاده زیباست. اگر هم میخوای آبشار با پیمایش سبک با خانواده بری، آبشارهای ویسادار، آبشار دودوزن شفت و هفت آبشار ریه و قطب سرا فوق‌العاده زیباست. آبشار شیله‌وشت تالش هم عالیه. راستی اگر رودبار بودی دریاچه ویستان برسر و دریاچه حلیمه جان یا دریاچه عروس رو تو برنامه‌ات بذار.